و یه ویدیو دیگه اومدیم با یه ویدیو متفاوت، اومدیم آپاراتگردی با چالش، ولی فرق داره. چالش اینجوریه که ما میریم به کسایی که دارن استریم میکنن میگیم که آقا 30 تا روبی میخوای یا نه ببرم بدم نفر بعدی. اگر بگه 30 تا روبی میخوای یا 2 برابر کنم بدم نفر بعدی. اگر بگه 2 برابر کن بده نفر بعدی، خب میرم نفر بعدی دوباره همین ازش، یعنی 2 برابر نمیکنم. ولی اگر بگه نه بده به خودم، 2 برابرشو میدم به خودش. خب یعنی مثلا 60 تا روبی میدم به خودش. اولا تو چت میپرسم، اگر دید که خب جواب میده، اگر ندید دونیتش میکنم. بزن بریم. اولا با همین خانوما شروع میکنیم. خب بذار بیاد بالا، انگار باید دنبالش کنیم تا بتونیم پیام بدیم. خب ناکن الان. خب بذار بنویسم براش. سلام، 30 چرنگیه تا روبی میخوایی یا بابا 4 تا 30 بدم نفر بابا کدومو بگی؟ بعدی. 4 تا 30 پایین. چرا خب قشم قرمز؟ نه الان براش میفرستم. اگر جواب اگر همین انگوز جواب نده مرسی دونیتش میکنم. تمام. خواهی دیگه آن بذار من اصلا چیز کنم، میزنم رو بدو نه بدو من میوت کنم یه لحظه. من یک ظاهرم امروز برد دونیت کنم. امروز رفتم بیمارستان، دیروز از یه سانتیه سشق توی پیاده روی اربعین خریدم کباب سیخ 126,000 تومن. امروز که رفتم بیمارستان دکتر گفت چی خوردی؟ گفتم کباب. فکر کنم به خاطر آب و خربزه‌ای که با کباب خوردم حالا من دیگه میوت فعلا کنوزی چی نخونده، باید منتظر باشیم تا برم میخونه یا نه. آها بعد مثلا رنگو باید بگیرم و کله بگم، مثلا میگی سبز قرمز و کله اینجوری میگم. خب بریم من میوت کنم. بریم. جواب نمیدن حالا اینا. الان چیکار کنم؟ ببین اینجا 4 تا سیمه، چراغ بغلش هم آبیه. خب بعد از اون ورم بذار دونیتش کنم. بیلک 4 تا. بابا دستی تو که میتونی حرف بزنی، زر بزن. بذار دونیتش کنم. دونیت کردم بعد میزنم برات. خب بچه حمایتش کردم. میخوای دو برابر کنم بدم نفر بعدی. 2 برابر کن بده نفر بعدی. خب گفت 2 برابر کن بده نفر بعدی. الان چیکار کنه؟ میریم برای نفر بعدی. الان سیم سبزو ببر. خب سلام دختری برات کنم. حالا اومدیم برای دختری برات میکنم. نفر بعدی. چیزای با مزه اد میکنم، تو کیک اد میکنم، هم استیکر اد میکنم، هم از اینایی که میاد رو صفحه اد میکنم. بذار ببینیم. خب گرفتی دوباره؟ نیومده. حالا بیایم برای این بنویسیم. خب پیست نمی‌کنیم میسم. ارمیا دوباره زد. سلام. بریم دوباره زد. آره دوباره گرفت اینجا. شیشمی 30 تا روبی اوکی. میخوای
یا دیگه شیشمی هم نیومدن دیگه دو میری. برابر کنم بدم نفر بعدی. اگه بگه میخوام بزن، خب دیگه ویدیو رو باید همینجا ببندم. براش می نویسم اگر جواب بده. فکرم نمی کنم جواب بده. البته بچه‌ها قصد من یه چیز دیگه است. میخوام ببینم کدوم استریمر تا چند میتونه سلام، 30 تا عصبانی روبی شه. میخوای یا 2 برابر کنم بدم نفر بعدی؟ تو رو چون خدا میدونم بگو. خالی میبندی 30 تا روبی میخوام بزن. بچه‌ها ویدیو همینجا تمام میشه. الان 30 تا روبی براش میزنم. همونطور که اینجا میبینید 100 تا روبی خریدم. 20 تا رو داریم چیکار دیگه. کنیم؟ الان تا دیگه هم اضافه شه 30 60 تا تا روبی دیگه الان میخوام بهش یه دونیت یک دونیت من بزنم. از این هدفایی میذارم ازش بگم استفاده داداش سرک کنم. خالی مثل بستم. همونجا بخوای حله وایسی ببینم تا واکنشش حله چیه. من اوکی. تو این اوضاع من 20,000 نیستم بچه تومان. دونیت کنن و اینا. الان که حالا یه راهی هستش از یوتیوب و کیک میشه پولی در آورد. سیریمو ببینید مصرف اینترنتتون هم میاد پایینا. بذارید اینو من یه توصیه دونیت میکنم. براش بزنم. مصرف اینترنت پایین تر میاد نسبت به آپارات. یه دونیت براش بزنم بنویسم دای خالی بستم. خب اینم واکنشش چیه. بچه ها دونیتش کردم. حالا ببینیم زدم سیانور زدم. آره دیدم. چه واکنشی نشون میده. ولی ویدیو در اومد دیگه 5 تاشو وین کرد. آره. تو راه مردیم رضا جزی. چه قشنگ بغلم هم افتادیم. سوراخ‌زن فرمانده نگاه اسم و سم گذاشتم اما هشدار دونیتو خاموش کردم چون میدونم بند داری تو هم آپارات. دونیت همو نخوند. نداداشم بند نداره راحت باش دونیتتو بکن. مرسی برای دونیتشان. جایی خالی بستم. مرسی مهدی برای 20 تومن دونیتت. چی شد چی خالی بست؟ مهدی کیه؟ مرسی برای دونیتت. چی بنویسم کیک بیاره تو گوگل؟ همون انسان انوری به انگلیسی تایتل همو که بزنی کیک و یوتیوب هم همونه. رو لینک دونت هم 30 تا بزنید روبی اونجا رو هم هستش. کیک و یوتیوب هم تو لینک دونت هست بچه. گفتم اگر بگه میخوام به جای 30 تا 2 برابر میزنم. و الانم چیه؟ قضیه سیتاروبی اون بودی؟ حل چشاته مرسی. به جاش 70 تا میزنم. علی هم سیانور خورد. ای بابا. خب دیگه چه استریمو ببندیم مثلا دوستتون ویدیو دارم. بودم. اینم دیگه حالا ویدیو چیز بشه یه چالشی. آف استریم میکنم اینم زمانش. از 70 تا روبی مرسی بچه ها بودید دوستتون براش دارم. زدم. دمتون گرم همراهید. دمتون گرم حمایت میکنید. فردا میبینمتون عین هر روز میام. فعلا خدافظ بوس بهتون. خب بس دیگه ولی خب براش زدم. بازیش زد. سلام عشق ویدیو بودم ویدیو چالشی. گم خونه مرسی برای 70 تا روید. ویدیو چه چالشی؟ الان برو ماهت چنلت چیه؟ کجا میذاری ویدیو شما ببینیم؟ عشق منی مشتی. نه من واقعا درک نمیکنم اینایی که میگن مثلا بده به نفر بعدی. چرا باید بدی به نفر بعدی؟ تعارف داری مگه؟ نه من میگم بده به خودم. می‌نویسم ای ادبی دقیقاً ندارم. دمت هم گرم مرسی. نفر کجا میذاری ویدیو تو بعدی، بیام ببینم بعدا. نفر قبلی سلامت باشی کیارش عشق منی. برای ست بیا گفت فردا باید بیا ببینیمت. بده بیای ببینیمت ببینیم چی میشه. بعدی. خیلی خوب. هنوز قطع نکردم استریمو.
خراب کردی ریکو رو دیگه. ویدیو همین اول تمام شد. ریدم تو ویدیو. دقیقا نفر قبلی گفت بده بعدی. راست میگی؟ کجای چنلت چیه؟ گیم خونه. البته من فکر کردم سرکاری یا اینم بگم فکر کردم آخه زیاد دویم بذار بنویسم براش. هیچی هم نمیزنم. گفتم شاید تو هم سرکاری، ولی سرکاری هم نبودی. چه دلیلی داره بگم بدی نفر بعدی؟ چرا؟ مگه من میدونم نفر بعدی کیه؟ شاید نفر بعدی هیتر هم باشه، من چه میدونم. دمت گرم به هر حال. مرسی ازم برای روبیت. خواهج استریم ببندی. فقط نگفتی کجا میذاری؟ اسم کانالم براش فرستادم. چنل تو بگو هم بچه ها فالو کنن هم خودم ببینم. بعد همین آپارات میذاری یا کجا؟ یوتیوب کجا؟ چنل گیم خونه یوتیوبه یا آپارات؟ گیم خونه باید یه ای میذاشتی جلوی اما. این الان گیم خونه شده چنل. به هر حال میرم سر میذارم چنلت. دمت گرم بچه ها. فعلا خداحافظ. بوس بهتون. بچه ها شما مثل این استریمر کانال من دنبال کنید. واقعا ویدیو جالبی شد. اصلا خودم فکر نمی‌کردم که همچین چیزی در بیاد. خب در اومد دیگه. ممنونم که ویدیو نگاه کردید. دیگه شانسی بود دیگه، دیدین که گفت بزن و منم به جای 30 تا 70 تا براش زدم همونجور که قول داده بودم. و خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. ویدیو بعدیمون قطعا بازی شکست ناپذیره. اینو حتما اینجا داره دانلود میشه. بازی شکست ناپذیره. اگر بیاد بالا ویدیوشو براتون میذارم. تا ویدیو بعدی.